الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سراوال یکایک شما را با عید مبارک سعید فطر مبارک باد میگویم. الله تعالی طاعت و عبادت و روزه و نمازهای ما و شما را به درگاه خود قبول فرموده باشد و انشاءالله برنامه سوال و جواب خود را ادامه میدهیم. یک چند سوال ها آمده است و امروز با اذن الله تعالی به این سوال ها جواب میگردانیم. یکی از خواهرها میپرسند: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد، روز عید روزه را نخورده 6 روزه را بگیری میشود؟ میپرسند که روز عید هم روزه بگیری و 6 روزه شوال، چنانه که ما و شما میدانیم روزه سنتی است و انشاءالله درباره این هم صحبت میکنیم. البته چنانه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، عمر ابن خطاب رضی الله عنه روزی بود که در روز عید بودند. ابو عبید مولا ابن ابی ازهر روایت میکنند در حدیث صحیح که میگن شهیدت العید مع عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، همراه عمر ابن خطاب رضی الله عنه نماز عید خواندیم. سپس عمر رضی الله عنه خطبه کردند، گفتند: هذان یومان نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صیامهما. عمر ابن خطاب گفتند این دو روز است که، یعنی دو عید است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن آن ما را منع کردند. یوم فطرکم من صیامکم و الیوم الاخر تأکلون فیه من نسککم. روز عید فطر روز است که انسان شکر میگوید، الحمدلله میگوید. عید رمضان است، عید جایزه سپاری است. الله حق سبحانه و تعالی اجر و پاداش یک ماه طاعت و عبادت را الله تعالی در این روز برای بندگان مؤمنش میدهد و در این روز باید مسلمان ها چیکار کنند؟ عید کنند. و چنانه که در حدیث دیگر روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یوم اکل و شرب، روز خوردن و روز آشامیدن است. و همچنین روز دیگر این روز ایام عید قربان است و همچنین ایام تشریق نیز اهل علم میگویند ایام تشریق نیز روزه گرفتنش درست نیست. و بعضی نفرها گمان میکنند که عید فطر همچنین مثل عید قربان چه است، 3 روز است یا 4 روز است. نه، این درست نیست. عید رمضان تنها 1 روز عید است، تنها شرعاً 1 روز عید است. اما خوشحالی کردن بگذار 2 روز 3 روز زیارت خیشتبار عید بگذار کنیم، اما عید شرعی 1 روز روز عید فطر است. میتوانید از دوم روز روزه 6 ماهه شوال را بگیرید و همچنین اگر قضا داشته باشند، زنها عادتا عادت ماهانه شان است، روزهایی باشد که بیمار شدگی است یا عادت ماهانه زنها شدگی است، همچنین 1 روز پس از عید فطر انسان میتواند چیکار کند؟ روزه قضایی و یا روزه 6 روزه را بگیرد. چنانه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح روایت شده است که پیامبر میگویند من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی ماه رمضان را روزه بگیرد، سپس پس از آن 6 روز از ماه شوال روزه بگیرد، گویا 1 سال پره را روزه گرفته است. چنانه که در حدیث دیگر آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحسنه بعشر امثالها. 1 حسنه بچه است برابر به 10 حسنه است. یعنی 1 روز انسان وقتی روزه میگیرد، الله تعالی از فضل و کرمش ثواب 10 روز را میدهد و 1 ماه رمضان برابر به 300 روز است و 6 روز ماه شوال برابر به 60 روز است، می شود 360 روز و ثواب 1 ساله روزه را انسان چیکار میکند؟ به دست میبیارد. همچنین سوال میباید که آیا ما پی در پی روزه شوال را باید 6 روز پی در پی گیریم یا می شود که طول 1 ماه شوال میتواند انسان گیرد؟ بله، اهل علم گفتند که می شود که انسان پی در پی نیو بلکه روز دوشنبه و پنجشنبه گیرد در مدت 1 ماه. مهم در همین ماه شوال 6 روز انسان اگر روزه بگیرد، انشاءالله اجر و ثواب و پاداش 6 روزه
روزه ماه شوال را میگیرد. و میان باز یک سوال دیگر میباید که بسیاری هم میپرسند، بعضا زنها روزه قضاگی را با همراهی 6 روزه شوال نیت میکنند که این را تشریک، یعنی با یک عمل یک چند نیت ها را کردن که این در روزه موافق قول درست اهل علم هم روزه شوال و هم قضایی را با یک عمل دو نیت کردن درست نیست. بنابراین خوب میشد که انسان میتواند اول 6 روزه شوال را بگیرد، سپس روزهای قضاگیش را بگیرد، یا اول قضاییش را دارد سپس روزه 6 روزه شوال را بگیرد. انشاءالله میشود. خوب میگذاریم به سوال دیگر. یکی از دوستان میپرسند السلام علیکم بابای داملا، یک سوال دارم. میگویند بین دو عید یعنی عید رمضانی و عید قربان توی کردن ممکن نیست، ولی من به این گپ ها باور ندارم، میخواستم شما جواب دهید. خوب، در یکی از صحبت ها ما گفته بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه شوال ازدواج کرده بودند با عایشه رضی الله عنها. بنابراین دوستان عزیز، این خرافات و این عاداتی که هست این یگان اساس ندارد و چنانه که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان کردیم، از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت شده است که میگویند زوجنی النبی صلی الله علیه و سلم فی شوال و بنا بی فی شوال فأی نسائه كان احظى عنده مني وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها فی شوال. حدیث است، ابن ماجه روایت کردند. عایشه میگویند، مادرمان عایشه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا در ماه شوال همین ماهی که بعد از رمضان است، یعنی بین دو عید است، به قول خودمان بین دو عید است، بین عید فطر و عید قربان است ماه شوال. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در ماه شوال مرا به نکاح گرفتند و همچنین و بنا بی فی شوال و با من هم بستری شدند در ماه شوال. پس میگویند مادرمان عایشه کدام زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از من دیده به پیامبر محبوب تر بود، از همه بانصیب ترین و از همه محبوب ترین همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم من بودم و مرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ در ماه شوال ازدواج کردند با من. و همچنین در دوام حدیث میگن عایشه رضی الله عنها دوست می داشتند، در نزدشون مستحب بود، یک کار مستحب بود که دخترانی که زیر دستشون بود، یعنی جانها و هر دختری که خیش و تبارشون بود در اولاد بود، عایشه دوست می داشتند که در ماه شوال بناهن بر ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین ماه به ازدواج درآورند. عایشه نیز این یعنی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و سنت مادرمان عایشه رضی الله عنها است. بنابراین هر عادتی که خلاف سنت است البته آن بدعت است و خرافات است، ما نباید به آن عادت چیکار کنیم؟ پیرو شویم. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله همیشه ما را پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند و ما و شما را از خرافات و از بدعت و از هر ضلالت و گمراهی دور بگرداند الله سبحانه و تعالی. و الله تعالی تمام عبادت های ما و شما را در این ماه مبارک به درگاه بی‌نیاز خود بپذیرد تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.